برای منم پیش اومده که توی جمعی بودم که خب خیلی توکسیک بودن و همه سعی می‌کردن یه جوری حالتو بگیرم. حالا اونم اونجا به این دلیل بود که مثلا حالا بحث پول باشه و قرار بشه پولی رو برنده بشی و اینا. تازه بحث اینا نبود. بحث این بود که وقتی که شما دهنتو باز میکنی کاملا مشخص میشه که تو از چه مدل خانواده ای اومدی، کجا بزرگ شدی، چقدر سرت میشه، چقدر سرت نمیشه، چقدر باسوادی، چقدر بیسوادی، همه اینا مشخص میشه. و وقتی که شما متفاوت با اون گروهی هستین که توش نشستین، ممکنه ملت علیه شما موضع بگیرن. به نظر من بهترین کاری که بهار این قسمت انجام داد همین بود که خودش رو سیو کرد و زد بیرون. هیچ وقت تو اینجور گروه ها به هیچ قیمتی نمونید، بخاطر اینکه شما برنده نخواهید بود و بین این آدمای تاکسیک حالتون بد میشه، مریض میشید و از لحاظ روحی کلی به خودتون صدمه میزنید. اگه منم جای بهار بودم حتما همین کارو میکردم و با افتخار میزدم بیرون.